دارم میرم ساحل و چت جی پی تی بهم گفته که این میکاپ برای ساحل انجام بده. ژل ابرو از این لیکوید فیلتر میزنم که پوستم براق دیده شه. با یه کوچولو تینت ترکیبش میکنم. کرمای رنگی و ضد آفتابای رنگی باعث میشه از پوستتون در برابر آفتاب 2 برابر محافظت شه. کانسیلر وقتی بخوام ضد آفتابمو تمدید کنم رو میکاپم ازش میزنم، با براش پخش میکنم. برونزر به مقدار لازم اینجا. هر چی رو براشمون میارم رو بینی. رژگونه قرمز دقیقاً اینجاش زده. هایلایتر صدفی هم اینجا پخشش میکنم. زیر چشممو خشک میکنم. اینجا یه بیس قهوه‌ای پشت پلک. هایلایتر طلایی میزنم رو سایم. هایلایترمو اینجا میزنم. یه مداد قهوه‌ای میزنم داخل چشمم. نوکشو میدم بیرون. با ناخونم میکشم. با براش میارمش این جلو. پلک پایینمو پخش میکنم. ریمل قهوه‌ای با سایه ککمک میذارم. یه کوچولو لبمو کانتور میکنم. مداد قهوه‌ای، هایلایتر وسط لب. خب به نظرتون چطور شدم؟